گلهای تازه، برنامه شماره 43 با همکاری هنرمندان گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم گر 1000 سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم.
می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. جفا داری اینک من و اینک سر گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر بر راه وفا داری جان در قدمت
از توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد من بعد بدون شرطم من بعد بدون شرطم که از توبه بپرهیزم. گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز فرمان برد جانا فرمان برد جانا بنشینم و برخیزم. یک روز به شیدایی در زلف تابیزم یک روز به شیدایی
در زلف تاویزم زند و لب شیرین صد شور برانگیزم امیدم زند و لب شیرین صد شور برانگیزم. بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد، من بعد بدان شرطم که از توبه بپرهیزم. گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز، فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 43 بود که در افشاری اجرا